منم ای غمگساران، این منم. این منم ای غمگساران، این منم. این شراب سرد خاکستر شده، این منم ای مهربانان، این منم. این گل پژمرده پر شده، این منم. یا نغمه‌ای که از دارش جست و غوغا کرد و خاموشی گرفت، این منم. یا نقش صدها آرزو کین چنین گرد فراموشی گرفت. خنده بودم بر لبان زندگی، ناگهان در وحشتی پنهان شدم. ناز بودم در نگاه آرزو، اشک خونی درد بی درمان شدم. ناز بودم در نگاه آرزو، اشک خونی درد بی درمان شدم. منم نه من کجا و غم کجا، خنده های جان فزای من چه شد؟ از چه رو این گونه افسردم چرا؟ جانشان این آشنای من چه شد؟ جانشان این آشنای من چه شد؟ هیچ باور می‌کنی ای دوستان که منم این شاخه بیمار منم، این منم این باغ بیرون خزان، این منم این شام بی اختر منم، این منم این باغ بیرون خزان، این منم این شام بی اختر منم. خیلی لذت بردم از سنتور
بسیار زیبایی که نواخته شد توسط آقای قرون و آواز بسیار زیبایی که شنیدم توسط آقای نوریان و امیدوارم که هر دوی این جوان واقعا به مرحله استادی برسن و الان گفت در ناصیه‌اش ز هوشمندی میتافت ستاره بلندی و این دو نفر من فکر میکنم که واقعا در کارشون خیلی موفق خواهند بود و این آنچه که من شنیدم بسیار بسیار خوب و بی‌نقص و قابل توجه بود. باز هم امید آینده بسیار بسیار روشنی برای هر دوشون دارم و امیدوارم که موفق باشن و در سفرهای بعدی هم که به ایران میان انشاءالله که بیشتر با فرصت بیشتری در خدمت شد.